سلام به ستاره جای کهکشان. من خانم کشوادی فرمانده سفینه بنفشه مدار پنجمم. بریم با هم دیگه امروز کار در کلاس صفحه 40 کتاب ریاضی پنجم حل کنیم. سوال 1 گفته حاصل ضرب 1 و 1/4 ضرب در 2 و 1/3 رو به دو روش رسم شکل و تبدیل به کسر و ضرب اونها به دست بیاریم. بریم روش اول رو با هم دیگه حل کنیم. روش اول رسم شکله. برای ما یک مستطیل اینجا کشیده که این مستطیل ابعادش مشخص شده. در قسمت طول 1 واحد کامل، 1 واحد کامل و 1/3 از 1 واحد کامل رو نوشته و در قسمت عرض هم 1 واحد کامل و 1/4 از 1 واحد کامل رو برای ما کشیده و رسم کرده. خب حالا این شکل رو ما میتونیم به این تقسیم بندی که برای ما انجام داده بنویسیم: 1 قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت، 4 قسمت، 5 قسمت و 6 قسمت. یعنی ما میتونیم مساحت 6 قسمت رو به دست بیاریم و در نهایت با هم دیگه جمع کنیم. خب شکل اول همینطور که میبینید یک مربعی هست به ابعاد 1. ما اینو دیگه بلدیم که مساحت مربع میشه 1 ضرب در خودش. ضلع ما 1 میشه 1 ضرب در 1 میشه 1. شکل دوم هم یک مربع هستش، باز هم مربعی به ابعاد 1. دوباره برای شکل شماره 2 ما همون محاسبات رو انجام میدیم. 1 ضرب در خودش یعنی 1 ضرب در 1 مساوی هستش با 1. حالا شکل سوم من یک مستطیل هست این دفعه که به ابعاد 1 و 1/3. خب چون 1 از 1/3 بزرگتره طولش میشه 1 و عرضش میشه 1/3. ما میدونیم بازم که مساحت مستطیل میشه طول ضرب در عرض. پس برای شکل شماره 3 می‌نویسم 1 ضرب در 1/3 برابر میشه با 1/3. شکل شماره 4 من باز هم مستطیلی هست به طول 1 و عرض 1/4. دوباره مساحت شکل شماره 4 رو هم به این صورت می‌نویسیم که طول ضرب در عرض یعنی 1 ضرب در 1/4 مساوی هستش با 1/4. شکل شماره 5 هم دقیقاً مثل شکل شماره 4 حساب میشه. مستطیلی به ابعاد 1 و 1/4. پس برای قسمت 5 مساحت می نویسم طول ضرب در عرض یعنی 1 ضرب در 1/4 که مساوی میشه با 1/4. اما شکل شماره 6 یک مستطیل خیلی کوچیک هستش به ابعاد 1/3 و 1/4. خب 1/3 طولش هست چون بزرگتره میشه طول ضرب در عرض 1/3 ضرب در 1/4 برابر میشه با 1/12. حالا ما باید تمام این جواب ها رو با هم دیگه جمع بکنیم. حواسمون هست که اینها کسر هم بینشون هست. پس بنابراین وقتی بخوام همه رو با هم جمع کنم 6 تا شکل رو می نویسم. اولین شکل چقدر بود؟ 1 بود. 1 به اضافه 1 به اضافه 2 تا من 1/4 داشتم. ببخشید 1/3 به اضافه 2 تا 1/4 داشتم. 2 تا 1/4 روی هم دیگه میشن 2/4 به اضافه 1/12 مساوی میشه با یک خط کسری بزرگ میکشم برای اینکه مخرج مشترک بگیرم. مخرج مشترک بین 1 3 4 و 12 عدد 4 میشه. حالا 1 و 1 با هم جمع بشن میشه 2. وقتی که عدد من هیچ مخرج نمیبینم یعنی مخرج چنده؟ 1. پس وقتی مخرج مشترک 12 یعنی این 1 ضرب در 12 شده. پس صورت هم ضرب در 12 میشه. 2 ضرب در 12 میشه 24. بریم برای کسر بعدی. مخرج 3 شده 12 ضرب در 4 شده. پس صورت هم ضرب در 4 میشه 1/4 میشه 4 به اضافه کسر بعدی. مخرج 4 شده 12 یعنی ضرب در 3 شده. بنابراین صورت هم ضرب در 3 میشه 2 3 میشه 6 به اضافه و کسر 1/12 که 12 مخرج مشترک. صورت هم تغییر نمیکنه، همون 1 رو سر جای خودش می نویسیم. حالا بریم که صورت رو با هم اعدادش رو جمع کنیم و در صورت قرار بدیم مساویه با خط کسری. مخرج مشترک 12 خودش رو قرار میدیم. حالا میگیم 24 به اضافه 4 میشه 28. 28 به اضافه 6 میشه 34. 34 به اضافه 1 میشه 35. پس جواب من شد کسر 35/12. یک کسر بزرگتر از واحده و من میتونم بعد از مخلوط تبدیلش کنم. اگر 35 رو تقسیم بر 12 کنم میشه 2 واحد کامل و 11/12. خب این برای رسم شکل. حالا بریم برای قسمت ب
که میخوایم با تبدیل هر عدد مخلوط به کسر به دست بیاریم. خب عدد مخلوط 1 و 1/4 ضرب در 2 1/3. عدد مخلوط 1 و 1/4 رو به کسر تبدیل کرده. حتما باید به کسر در این روش تبدیل کنیم. 1/4 تا 4 تا به اضافه 1 میشه 5. یعنی عدد مخلوط اول تبدیل شد به 5/4 ضرب در 2 1/3. 2 3 تا 6 تا به اضافه 1 7. 7/3 رو باید خودمون بنویسیم. حالا دو تا کسر رو در هم ضرب کنیم. صورت در صورت 3 5 تا 5 7 تا 35 تا، مخرج در مخرج 4 3 تا 12 تا. دوباره رسیدیم به کسر 35/12 که چون کسر بزرگتر از واحده میتونیم به عدد مخلوط تبدیل کنیم که تبدیل کردیم شد 2 11 12. یعنی در خود کتاب اومده تبدیلش رو انجام داده. خب بریم برای سوال بعدی. سوال 2 گفته مانند نمونه حاصل ضرب هر دو عدد مخلوط رو به دست بیاریم. بریم نمونه حل شده رو نگاه کنیم. نمونه حل شده میگه 3 و 1/2 ضرب در 5 و 1/3 مساوی میشه با 3 2 تا 6 تا به اضافه 1. عدد مخلوط اول تبدیل شده به کسر 7/2 ضرب در 5 و 1/3. 5 3 تا 15 تا به اضافه 1 میشه 16. 16/3 مساوی است با دو تا کسر در هم ضرب کنیم. صورت در صورت ضرب میشه 7 ضرب در 16. جواب میشه 112. 2 ضرب در 3 هم میشه 6. باز هم رسیدیم به یک کسر بزرگتر از واحد. پس میتونیم اول سادش کنیم. 6 و 112 هر دو به عدد 2 ساده میشن. 6 به 2 3 مرتبه. 112 به 2 56 مرتبه. پس سادش کردیم. الان کسر 56 سوم یک کسر بزرگتر از واحده. به عدد مخلوط میتونیم تبدیلش کنیم با تقسیم صورت و مخرج. میشه 18 و 2/3. بریم برای قسمت الف. 4 و 1/5 ضرب در 2 1/3 مساوی میشه با عدد مخلوط اول رو به کسر تبدیل میکنم. 5 7 تا 4 5 تا 20 تا به اضافه 1 21/5 ضرب در کسر دوم عدد مخلوط دوم 2 1/3 میشه 2 3 تا 6 تا به اضافه 1 میشه 7 7/3. حالا دو تا کسر رو در هم ضرب میکنم. 21 ضرب در 7 میشه 147. 5 ضرب در 3 5 3 تا میشه 15 تا. رسیدم به یک کسر بزرگتر از واحد. پس میتونم عدد مخلوط تبدیلش کنم. اگر من 147 رو تقسیم بر 15 کنم در نهایت 9 واحد کامل دارم و 12/15. بریم برای قسمت ب. قسمت ب میگه عدد مخلوط ها رو در هم ضرب کرده. 6 و 2/3 ضرب در 7 و 1/4. خب مساوی میشه با عدد مخلوط اول رو به کسر تبدیل کنم. 6 3 تا 18 تا به اضافه 2 تا میشه 20 تا. پس عدد مخلوط اول تبدیل به کسر 20 سوم شد ضرب در 7 و 1/4. میگم 7 4 تا 28 تا به اضافه 1 29. 29 مخرج خود 4 رو می نویسم. مساوی میشه با خب دو تا کسر در هم ضرب میکنم. صورت در صورت ضرب میشه. 20 ضرب در 29 میشه 580. 3 ضرب در 4 هم میشه 12. حالا من دوباره یک کسر بزرگتر از واحد دارم که میتونم اون رو به عدد مخلوط تبدیل کنم با تقسیم صورت بر مخرج. پس من اگر 580 رو تقسیم بر 12 کنم میشه 48 واحد کامل و 4/12. کسر 4/12 هم کنار اون واحد کامل قرار میگیره. خب این حل کار در کلاس هم تموم شد. اگر سوالی داشتین داخل کامنت ها با قلب بنفش بنویسید. خیلی سریع میام بهتون جواب میدم. خداحافظ.